من زبون این جماعت رو به خدا نمیفهمم. همینه که تا دیروز زمانی که ترامپ ایران رو تهدید به بمباران میکرد برای اینکه بکشتش پای میز مذاکره، اینا خودشون رو از 6 جهت گسترش داده بودن برای اینکه کشور رو هول بدن به سمت مذاکره با این مردک کله زد. اما الانی که همین آقا گفته من میخوام خلیج فارس رو بکنم خلیج عربی، ناراحت شدن. خب ابله، کسی که به هویت تو هیچ رحمی نمیکنه چرا باید بیاد به معیشت تو رحم بکنه؟ اگر اینجوری بود که اصلا تحریم نمیکردش که. ترامپ جرأت کرد بگه من خلیج فارس رو میخوام بکنم خلیج عربی برای اینکه براش هیچ هزینه‌ای نداره. به خدا قسم اینا اگه براشون هزینه‌ای نداشته باشه دی ان ای ایرانی هم نمیذارن روی زمین باقی بمونه. خلیج فارس که جای خود دارد. بازم دم اون بچه‌ای گرم که اسمشون حسن و حسین و مرتضی بود، رفتن شدن گوشت دم توپ تیکه تیکه شدن، اما حتی فکر حمله به این کشور هم برای این حرومزاده‌ها پرهزینه کردن. وگرنه اگه به توی آریایی طول سگ بغل کنه بی غیرت بود که همون زمان که صدام به این مملکت حمله کرد کار یکسره شده بود. تو الان نمیدونستی کوروش کیه، نمیدونستی خلیج فارس چیه. جمع کنین تو رو خدا این دم و دستگاه ریاکاریتون، اون تن اون کوروش بدبختم کمتر توی گور بلرزونین.